شبکه تلویزیون دولتی ازبکستان 24 در عرفه سفر نوبتی پرزیدنت آن کشور شفقت میرزیویف به تاجیکستان با نشر یک گزارش نیم ساعته خبر داد که حکومت تاجیکستان در ناحیه ارگوت ولایت سمرقند یک مکتب نو معاصر سه قبته ساخته است. در گزارش گفته می شود که جانب تاجیکستان این مکتب نو را با تمام اشیاء لازمی درسی از جمله با صنف‌های کامپیوتری نیز تامین کرده است. در مکتب نو در یک بست می توانند تا 500 خواننده تحصیل کنند. ماه مارس سال 2018 در جریان نخستین سفر رسمی میرزیویف به تاجیکستان حکومت ازبکستان وعده داد که همچون علامت دوستی در تاجیکستان یک مکتب نو می سازد. حکومت تاجیکستان در جواب گفت در ازبکستان یک مکتب و یک کودکستان بنا می کند. مکتبی که ازبکستان در نوع سپیتامین ولایت سوخت در شمال تاجیکستان ساخت ماه سپتامبر سال 2020 مورد بهره برداری قرار داده شد. یادآور می شویم که پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف از 2 تا 12 ایون از تاجیکستان بازدید می کند. قرار است که در جریان این سفر میرزیویف و همتای تاجیکش امامعلی رحمان از شهر خوجند هم بازدید کنند. در جریان این سفر بین تاجیکستان و ازبکستان باید یک سلسله سازشنامه‌های نو به امضا برسند که یکیش از جمله درباره گشودن خطهای اتوبوس بین دو کشور همسایه است. در عرفه سفر میرزیویف امامعلی رحمان به سازشنامه دو جانبه امضا گذاشت که بر اساس آن شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هنگام سفر کوتاه مدت به کشورهای یکدیگر از ضرورت ثبت نام خلاص می شوند. باور می رود که این سبکی روابط بین دو کشور را باز هم بهتر خواهد کرد. این الکی دومین سفر رسمی شفقت میرزیویف به تاجیکستان بعد رسیدنش به قدرت در سال 2018 و دوباره گرم شدن مناسبت‌های تاشکند و دوشنبه بعد 2 ساله جنگ سرد در دوران ریاست اسلام کریموف می باشد. سفر یکم میرزیویف را اکثر تاریخی نامیده بودند چون که در روزهای آن سفر تمام گذرگاه‌های سالها بازبسته در مرز دو کشور گشوده شدند. پروازهای هواپیماهای بین تاجیکستان و ازبکستان از سر گرفته شد. رژیم ویزا که کریموف جاری کرده بود بیکار شد و مردم امکان سفر به کشور همسایه را به دست آوردند. سودا بین دو کشور از نو جان گرفت.